سلام رفقا، چطوری؟ خوش اومدین به یه ویدیو جذاب آنباکسینگ با من. یه جعبه خیلی بزرگ داریم به پشتم، دقت نکنین چون که هنوز اینجا رو درست نکردم. فقط یه دونه جا کفشی گرفتم که صندلی داره. حالا آخر ویدیو بهتون نشون میدم. سلام داره میپیچه؟ اوکی. این پشتم واسهش دوتا چیز هیجان انگیزی گرفتم، یکی واسه این، یکی واسه اینجا. بعد که بهتون نشون بدم، اولا اینکه یه جعبه بزرگ دیجی کالا داریم. ببین چقدر. اومدم خونه دیدم دوتا بسته اومده. اول اینو باز کنم. این بچه مال رویال میوه است، واسه تون اینجا میذارم. بود یه ذره دیر آورد. یه دونه آووکادو کنیا گرفتم. کم هستشو خیلی دوست دارم استفاده میکنم. همین که اینو گرفتم سفت باشه که تا تولدم نرم بشه. اینم بهتون بگم، الان خب خیلی مونده تا تولدم. حالا نمیدونم این ویدیو رو میذارم اول ویدیو تولدم یا یه ویدیو جداست، ولی به هر حال اینو گرفتم واسه صبحانه روز تولدم. اینو ببینید. و بچه ها نگم براتون از زنجبیل، از آخرین ویدیویی که واسه تون راجع به این گذاشتم که اینجا براتون میذارم، از اون موقع اعتیاد شدیدی به زنجبیل پیدا کردم و تازه فهمیدم توفالهاشو میریختم دور. تازه فهمیدم توفالهاشم میتونم استفاده کنم. پس این از این عالی بود. و میریم سراغ جعبه بزرگمون. این تو یه سریاش کادوی تولد خودم به خودمه، یه سریاش کادوی تولد من به بقیه است و میریم که بازش کنیم. انقدر ذوق دارم واسه این جعبه. قشنگ دید دارید دیگه. کارتون چقدر خوبه اینا رو میذارن، چون واقعا کلی چیز شکستنی. بس اول بذار یه رخ از کلش بهتون نشون بدم. اول با هم بریم تو ببینیم. بچه اینم حالا بهتون نشون میدم. اینا رو با هم دونه دونه باز میکنیم. بچه ها قبول دارین که خیلی خوب شد که بالاخره قفل اسنپ پی و دیجی پی و چیزای اینجوری واسه ما باز شد. خیلی خوب شد واقعا. خب بریم تو کارش. اول از همه این اسپرسو ساز سفری و این بانکش که این کادو تولده فکر کنم خوب باشه. دیگه نمیدونم بازش کنم یا نه چون کادوه. حالا من بازش میکنم. جنسش باحاله. این بانکش 250 گرمی هم هست. درش هم خوبه بعد چون بو توش نمیره قهوه رو خوب نگه میداره. اما این وریه. اینکه کیف داره خیلی خوبه. گارانتی داره و یه دونه بروشور توضیحاتش و اینم کیفشه که خیلی خوبه. از اینا داره مثلا میتونید آویزون کنید. و اینم خودشه که دیگه بازش نمیکنه. این خود دستگاهه که پمپی و فشار میدید دیگه. خیلی دستگاه باحالیه. هم تو خونه حال میده ازش استفاده کنید، هم مثل سفر میتونید ببرید. این از اول خرید موفق. البته یه چیزی بگم، کلا هرچی میخوام بخرم 850 بار بالا پایین میکنم، منتها رو میخونم. نمیدونم واسه همین اکثر خریدا میدونم که موفقه. اغلب بونمانو هم گرفتم. بعد اینم یه کادوی دیگه است. یعنی شو باز میکنم که شیک‌تر بذارمش. یه دونه آینه که میرخوره توی برق. بعد اینجاش بعد اینجاش چیز داره. ببین اینجاش روشن شد. حاله
آره این واسه روی میز خیلی خوبه. این پشتش هم اینجوری وای میسته خوبه. حالا اینو من فکر میکردم که مثلا اینقدر خیلی بزرگه. اشتباه. بچه ها بهترین یعنی واقعا اگه میخوای اینو دکتر پوست به من معرفی کرد، ویرگو فکر کنم اسمش، صابونه و خیلی خوبه. من فکر کنم الان 4 ساله دارم ازش استفاده میکنم، هنوزم اندازه همین دارم. ولی دیگه چون دیدم دارم سفارش میدم گفتم این باشه که اگه تموم شد داشته باشم، چون دیگه قیمت هم هی داره میره بالاتر. بعد بچه ها اسنپ پی و دیجی پی بدون کارمزد میگیره، یعنی دیگه چی از این بهتر. حالا 10 تا چیز بعد مملکتمون رو میگیم، 2 تا چیز خوبش هم بگیم. آها اینو برای این اسپری رفع ترک پای راکو، این هم تعریفش رو شنیده بودم. یه سری هم میگفتن فقط چون تو ویدیوش وقتی اسپری میکنه طرف فشار میده کلی پوست مرده میاد. یه سری هم میگفتن اون پوست مرده نیست، همون چیزای مایع خود اسپریه. ولی خب خیلی هم تعریف کرده بودن، واسه همین ما استفاده میکنیم ببینیم چطوره. اینه. من اینا رو باز کنم. اینجا واسه یه خودکار و ماژیک و اینجور داشتم، ولی دلم خواست اونو واسه یه چیز دیگه استفاده کنم. بعد اینا خیلی مینیمال و خوشگل به نظرم اومد، به میزم هم خیلی میاد. گذاشتم بهتون نشون میدم. یعنی چیه مثلا روش نمیدونم معلومه لپر و اینا هست، ولی اتفاقا حال باحالی داره. زیرش هم از اینا داره که سر نخوره. اینم دوست داشتم. حالا اینه که باز کردم و انتهاش یا ادامه ویدیو اگه میخواستم چیزی رو توش بذارم، یا مثلا یه چیزایی گرفتم که اضافه کنم به اتاقم، ادامه ویدیو اونم بهتون نشون میدم. بچه‌ها کادو تولد خودم به خودم، یکی از کادو تولدهای خودم به خودم اینه که اینو میخوام درستش کردم بزنم اینجا. یه چیز دیگه هم سفارش دادم واسه این بالا، ببینم چون الان نمیبینمش، حالا شاید در ادامه دیدیم. یه دونه مثل یه دیوار کوبون بردارم گل شبیه اونه. خیلی دوستش دارم. بعد بچه یه مدل ویژن تور هم میشه برام دیگه، چون که یه مدل جاییه که خیلی دوست دارم در آینده یکی از خونه هم این شکلی باشه. سگ داره، یه سگ گوگولی. بعد این وسط یه خونه کوچولو موچولوه که از این پله ها میری بالا، اینجا میخوابی، کتاب و اینا تو میخونی. بعد این ور جیپ چیه، یه ماشین اینجاست و جنگلیه، و این ور تخت آفتابه، و این ور هم آب داریم، یعنی هم جنگل داریم هم آب. اینجا هم یه سری حیوانای کوچولو وزنه، و این برم گوزن و درخته بلند و آفتاب و خیلی واقعا حس خوبی بهم میده. 1000 تاییه. اینم میچینیم. چسبش هم گرفتم به پازل هپ جیپتو. کوچولوتر که بودم یه سری چسبای پازل میگرفتیم، برندش یادم نمیاد، آبیه. ما اون موقع خب خیلی ارزون میگرفتیم. الان نگاه کردم 400,000 تومان. اینو گرفتم بیگودی مشتری در میاد. با اینم حالا قطعا یه حرکتی میزنم. این رو اینجوری میبندیم تا بالا، بعد میره توی این چفت میشه. استفاده میکنم بهتون میگم خوبه. یعنی پایه چسب گرفتم، قیمتش هم خوب بود. دم چسب دارم. اینم بزنم رو میزم. پد شستشوی درست. من از چی استفاده میکردم ولی دیگه الان نه. دستکش هم میتونید مثلا دستکش ظرفشویی و اینا رو میتونید بکنید تو دستتون، براشو توش چیز کنید. ولی دم این قیمتش خوبه گرفتم. مدلی میره تو دست و براشاتون رو باهاش میشورید. یه دونه از این کاغذیات داشته، یه اسم دیگه ای داره اینا، نوتپد. یه دونه از این نوتپدها گرفتم که بتونم چیزایی که میخوام بزنم به بغل تختم، مثلا تو دو لیست و اینا که جلو چشم باشه.
کرم پودرم تموم شده بود. کالیستا گرفتم از این دهنده است که سفیدشو کادو گرفتم. مشکیش ارزونتر بود دیگه، رنگش واسه من مهم نبود. بسته هاشم 3 تاییه. 2 تا مشکی گرفتم از اتاقم. خیلی توش خوبه، قشنگ وسایلاتون رو میتونید جدا کنید. نسبت به قیمتش خیلی خوبه. قیچیه. همینجوری واسه تون میگیرم، اب نداره. قیچی تایانگ نوشته. قیچی میخواستم بعد این 2 تاییه. این که 2 تایی بود و خیلی دوست داشتم. مثلا هم کوچیک چون میگن اونجوری کنین از این چیزایی، مثلا میگه اینجوری کنین دعوا میشه، چی میگن خرافات و این است. ولی چیزی وقتی من میشنوم دیگه، اگه چون میشنوی بعد بهش ایمان پیدا میکنی و دوزد اتفاق میفته. مثلا من همیشه اینجوری تپ میزنم رو زمین که دعوا نشه. یه دونه از اینا خیلی کلا دوست دارم. یه دونه چه بیکشو بابا من داده جنس داره خیلی خوبه، رنگاش هم زیاده. اینم فکر کنم باحاله. 1 2 3 4 تا رنگ داره. اینم خودکاری گرفتم. اسمشو بهتون بگم اگه خواستید تو دیجیکالا سرچ کنید. خودکار بابلی مدل پاستلی نداده بچه ها. یه دیوار کوب گرفته بودم، دوباره میرزه توی کیف پول. یه دیوار کوب خوشگلی هم بود و کوه بود و خورشید داشت و گوزن و درخت کاج خوشگلی. اینم کادوه. طرح روشو یا مثلا بگ کادو اینا جعبه گرفتم که اینم بعداً استفاده بشه. خیلی خوشگله. اینم از این. امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه. شاید بخواین یه سری از این چیزا رو از دیجیکالا بگیرین. بریم به ادامه ویدیو. بچه دیوار کوبه که کنسل شد، 2 تا چیز مونده بود، ما هم بازش میکنیم. بعد کادو تولدم هم اومد، نمیدونم چجوری نشون بدم. هکات هست برندش، ولی اینو روز تولدم باز میکنم. بعد خیلی ذوق دارم واسه این. یه لباسشوی کامفورت رو گذاشتم و اینو واسه کرما و اینام گرفتم که این چرخشیه. واسه یه گوش واکن و خلال دندون و پد و اینجور چیزا. الان کلا میریم تو هر جایی رو که خواستم بچینم قبل و پدشو براتون میذارم. اگه تمیزکاری و مرتب سازی و اینا واسهتون جذابه حتما ببینید ادامه ویدیو رو. اگه نه یه ذره بزنید جلو، چون که من واسه اینجور وسایلم سبد داشتم خیلی هم کوبولی و حالت بهوتور شده بود، ولی کلا هر چند وقت یه بار حال میده آدم تنوع داشته باشه. اینم استند لوازم آرایشی مدل مولتی. در نداره؟ این درش جنسش پلاستیکیه ولی خب اصلا مشخص نیست. خیلی خوشگله. اینم اینجوری میاد روش. حالا اینجا فکر کنم کشا و اینجور چیزامو بریزم. خب اینو باید سرهمش کنم. اینجا میگه که یه سری رابر بند داره که اینا رو باید یه سری جاش ببندیم. مثلا این چرخشیه، روونم هستش.
اینم بچه‌ها مامانم واسم گرفت، خیلی چیز خوبیه، اینو حتما استفاده کنید. خودش داشت، من از مال خودش استفاده میکردم، گفت دلم میخواد یه دونه هم تو واسه خودت داشته باشی. میکرودرم خونگیه. واقعا یه ذرش دیگه مونده. چقدر اون قسمت خورشیدش قشنگه. بعد ببین از این کاسه ها میتونید بردارید وسطش اگه رنگای یکی رو پیدا کردین بذارین که راحت تر بتونید درستش کنین. ولی تقریبا تمومه دیگه، یه ذره دیگه مونده. حالا 4 تا دونم تو اینه ولی تموم شد. یه چیزی خیلی واسم جالبه این که ببینم اون دونه آخر پازل چیه که میمونه، چون نمیخوام جداش کنم، میخوام همینطوری برم جلو. دوست دارم ببینم اون دونه آخریه چیه. یه آخرشه، فقط همینقدر مونده. این کم مونده خداییش. خیلی طرحش خوشگله نه؟ و تمام، فقط همینا مونده. اینم شانسی میذارم، این که میره این بغل. این اینجاست، اینم رفت. 3 تا و 2 تا. تمام شد. باورم نمیشه، خیلی خوش گذشت. چقدر بامزه است. کلا از پازل این شکلی خوشم میاد که گوشه ندارن. واقعا جالب بود. سرعتی هم درستش کردم که سریع بزنمش تو بالکن، وقتم زیاد نگیره، بجاش یهو تایم بذارم براش. برم چسب و بیارم، چسب بزنیم. بچه تموم شد. خیلی خوش گذشت واقعا. بعد از چند سال دوباره پازل درست کردم. تمام. بعد این چسبا هم باعث میشه اینا به هم بچسبه، هم این که اینو قشنگ برق میندازه. من یه دور، حالا اگه احتیاج داشته باشه 2 دور چسب میزنم روی این. بعد زیر این که مقواه، زیرش هم یه دونه از این چوبا گذاشتم. بعد که روشو زدم برمیگردم پشتشم بزنم که دیگه توی قاب خیلی تاثیر داشته باشه. حالا ببینیم. هم با قلمو میتونید بزنید، هم زیاد بزنید، با یه کارت میتونید حتی روش بکشید. بچه ها گفتم حالا که بازار آنباکسینگ داغه اینم بهتون نشون دادم. دیروز مامان بزرگ با بزرگم دادن. این خیلی باحاله. قالب تهچین و برنج و ایناست. بعد اینو دیجیکالا داره اگه خواستین. قالب وارمی بزنین، این قالب تهچین وارمی. یه دونه اینه، اینم ظرف نگه دارنده کلروینه. خالم خیلی تعداد خوبی داد. اینو میشه توش مثلا شب چیا سید و شیر ریخت، صبح ها میشی حاضر آماده، یا اصلا حتی اینو میبری. گفتم اینم ببینین دیجیکالا داره اگه خواستین. خب بچه من الان از خرید اومدم. بعد از اونجایی که دیگه دوست دارم اینجا واسهتون ویدیو بگیرم، از اونجایی که یه سری کار هیجان انگیز میخوام بکنم گفتم بیام بهتون نشون بدم. اولا اینکه از این کیک آماده‌های رشد گرفتم، طعم موکاش، که اینو درست کنم با این پودر خامش. ولی این کل ماجرا نیست. میخوام کیک دبی چاکلت درست کنم. یعنی این کیک رو درست کنم، بعد وسطش از این شهریار رو دیدین دیگه با این لامصب قاطی کنم. بچه ها اینقدر کره پسته 300 خورده ای بود، خیلی گرم بود. 312 تومن. اینقدر یعنی چی نمیدونم. ولی برای کیک هیجان انگیز میخوایم درست کنیم دیگه. واقعا ولی این پودر آماده و خوبه دیگه، من از اینا گرفتم.
بعد میخوایم فوندو انجام بدیم. فوندو چیه؟ ما انواع و اقسام فوندوها رو داریم. فوندو شکلات داریم که توت فرنگی و مارشملو رو میزنن تو شکلات. فوندو پنیر داریم که یه پنیر مذاب شده است که هر سبزیجات و هر چیزی که بخوایم ما توش میزنیم. فوندو شرقی داریم، انقدر دویدم نفسم گرفت. فوندو شرقی داریم که فوندو شرقی هم مثل این کورین باربیکیو هست که میبینین که یه آب و سوپی و توش نودل هست و گوشت رو میزنن و اینا. اونم میشه فوندو شرقی. دیگه فوندو گوشت داریم که یه روغنی داره جلز ولز میکنه. گوشت رو میزنیم سر سیخ میزنیم توش. و اینکه من این پنیر که من به کاله رو گرفتم که میخوام بذارمش همینجا دقیقا روی گاز برقی وسط گریل. سر اینو میزنیم، الان نمیخوام بازش کنم، سرشو میزنیم. یه حالت سفتی داره ولی توش حالا یه دری چیزی میذارم این آب میشه. مثلا 2 تا بروکلی گرفتم، اینو میخوایم بزنیم توش، آج میزنیم توش. این 3 تا هویج سیاه هم 70,000 تومان. من اینا رو میگم بهتون که عمق فاجعه رو متوجه شید دیگه. آره این 3 تا هم هویج سیاه، بوش هم هیچ فرقی با هویج نداره. واسه شامم این سوسیسای کاپو رو گرفتم که اینا خیلی خوشمزه است. من الان رفتم متاسفانه نداشت ولی یه دونه همین مدل داره، این 90%، همین 90% رو داره ولی با پنیر بلوچیز. یه هایپر گیشه از این سس‌های دستسازم داره، اینا خیلی خوشمزه است بچه. هر جا دیدیم اینو حتما بگیریم، قیمتش هم از سس‌های بازار بهتره. آنتراکوت یه لحظه بگم انقضاشو زده تولیدش. آنتراکوت و آووکادوشو گرفتم و همین دیگه بابت شلوغی ها ببخشید دوستان، ولی اینو می‌ریزیم وسط. بعدم دوباره یه لایه کیک میچینیم روش و خوب ارزش میکنیم. این دسر لیموه که الان باید آب لیمو تازه و پوست لیمو هم توش بریزم. این دسر شاتوته، این بلوبریه، این توت فرنگیه، این طالبی. الان دسرش هم دارم میارم. من میخوام طالبیه رو درست کنم. بمونه سفت‌ترم میشه. وسایل تمو بخریم که دردمون نمیخوره. هی
Ready.